متخصصان صحت طب به آن نظرند که انسان هنگام خنده کردن 17 موشک بدنش را به حرکت می‌دارد. ما از ایجاد روزنامه خطلان امید بر آن می‌بندیم که هر صبح بیننده ما، خواننده ما با خواندن جالبترین موادها طریق روزنامه خطلان و دیگر نشریه‌ها طبی خود را بریده میکنند و غذای معنوی میگن و همیشه میخندند، چون حکیم میفرماید که همیشه از لبخند خود برای تغییر دنیا استفاده کنید و نگذارید که دنیا یک لبخند زیبای شما را تغییر بدهد. در واقع زندگی مبارزه است. ما پیوسته مبارزه میبریم که یک زندگی خوب داشته باشیم، یک زندگی زیبا داشته باشیم و من گفتنی هستم که همیشه بخندید، چون خنده بهترین اسلحه در جنگ زندگی است.